برای زیاد نمودن استحصال اشیاء خام صنعتی، پیشرفت وضع اقتصادی و در شرایط دهات هرچی بیشتر به شغل فرا گرفتن ساکنان در نویه فرخار امسال موافق دورنما و میدان کشت پنبه‌دانه زیاد کرده شود. با این مقصد و کارهای مدگی به معرکه کشت و کار بهاری در همه دهات نویه شدگار زمین‌های کشت و تازه کردن زبر و زهکش‌ها ادامه دارد. در اساس توصیه علومان متخصصین ساحه و اجرای دستور سپارش وزارت مقامات اجرایی دولتی ولایت ختلان جهت هرچی زودتر به انجام رسانیدن معرکه شدگار و وسعت بخشیدن کارهای زمینه‌گذاری و موسم نو کشت طبق نقشه شدنی ریاست کشاورزی در خودروهای دهات نویه با استفاده از تکنیک صحوی شدگار زمین‌های کشت پنبه‌دانه به طور شبانه‌روزی براه مانده شده است. کشاورزان ناحیه فرخار امسال نیاز دارند که در میدان 9700 گکتار کشت پنبه‌دانه گذرانند. تا امروز از میدان 9700 گکتار زیاده از 8000 گکتار از شدگار برآورده شده است. در نویه مسئولین اقدام گرفتند که اسباب چنین طرز تشکیل کار در دوام چند روز پیش آمد با استفاده از باد و هوای مساعد شدگار زمین‌ها را پوره و خوشصفت به انجام رسانند. به اندیشه متخصصین ساحه شدگار زمین‌ها با استفاده از چنین تکنیک‌های تسمه‌چرخ برای بلند برداشتن حاصلناکی زمین، نصف شدن تاثیر حشرات ضرررسان، ذخیره هرچی بیشتر نمی و آینده نشونامای خوب زراعت مساعدت خواهد کرد. در ناحیه از شورای تکنیکی موجود بوده 50 عدد اون را تکنیک‌های تسمه‌چرخ تشکیل می‌دهد. در عین زمان در ناحیه 30 عدد تکنیک‌های تسمه‌چرخ به کار جلب شده است. باز این مکانیزاتور شدگار را به طور شبانه‌روزی براه ماندند. در خوجگی تخم پروری دوستی شخص جماعت دهات خراسان نویه همسایه شدگار زمین‌های کشت با استفاده از تکنیک تسمه‌چرخ گذرانده می‌شود که رهبرت خوجگی این تدبیر را برای به دست آوردن حاصل دلخواه مهم ارزیابی می‌کنند. در جماعت دهات ظفر اساس فراهم کردن شرایط کاری برای مکانیزاتوران و تشکیل کار شبانه‌روزی معرکه شدگار زمین‌های کشت در مرحله انجامیابی قرار دارد. در خوجگی دهقانی و طریق شبانه‌روزی شدگار براه مانده شده است که سری وقت شدگار به انجام رسونیم. سبب با تکنیک‌های تسمه‌چرخ در آن است که یکی از فراوانی حاصل و کشتی خوب از شدگار با صفت هم وابستگی دارد. دهقانان ما حرکت دارند که بسیاری زمین‌هاشون با طریق تکنیک‌های تسمه‌چرخ شدگار نمایند. بیشتر کشاورزان این دهات نویه چند سال اخیر است که همکاری خویش را با فیلال کارخانه دولتی تاجیک اگرالیزم برای مانده با استفاده از تکنیک و ماشینات کارخانه مذکور شدگار و کشت و پرورش زراعت از جمله پخته را انجام داده به نتیجه های ثمره بخش نائل می‌گردند. حرکت کردیم که شدگار هرچی زودتر به آخر رسد با کشت کار باید تیاری بینیم. در دیگر خوجگی‌های دهات نویه نیز جهت آمادگی به معرکه کشت و کار بهاری تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. بنابر کمبارش و نسبتاً گرم آمدن فصل زمستان امساله در برابر سریع انجام دادن شدگار زمین‌های کشت همزمان مسئولین ریاست کشاورزی و متخصصین ساحه به اهل زحمت توصیه می‌دهند که میدان کشت غله و بخار آبیاری نمایند که آن به ذخیره نمی در صورت نسبتاً سرد شدن هوا و نصف شدن حشرات ضرررسان و پیشگیری از سبزش بر محل درختان مساعدت خواهد کرد.